سرکردگان این تشکیلات تروریستی حتی در شرایط اروپا هم از خیانت، فروش منفعت‌های دولت و ملت خود دست نکشیدند. اولی سال 2016 محیدین کبیری با وعده برقرار کردن فعالیت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در خارج کشور از خدمات مخصوص جمهوری اسلامی ایران $800,000 ایالات متحده آمریکا دسترس نمود. این مبلغ به نام برادرزاده او کبیرزاده امامعلی سفر که در ترکیه صورت حساب بانکی دارد انتقال یافته است. طبق سندهای بانکی بعداً این مبلغ را به صورت حساب شرکت UIB دیستاتا که در یکی از بانک‌های جمهوری لیتوا سیاولو بنز IB کشاده شده است ارسال کردند. این مبلغ دوره به دوره از طرف محیدین کبیری و خانواده‌اش استفاده شده است. 29 سپتامبر سال 2017 محیدین کبیری پنهانی از دیگر همدستان نهضتیش تجارت خود را وسیع کرده در شهر ورشوا با نام برادرزاده‌های خود کبیرزاده امامعلی سفر و کبیر و بیبی رقیه سفرونه شرکت پردازگری جمعیت دارای مسئولیت محدود CMD را تأسیس داده است. کبیرزاده امامعلی سفر اینچنین در بانک میلینیوم پولش دارای حساب بانکی تحت رقم 76 11 60 22 02 70 32 27 28 718 می باشد که تمام عملیات‌های بانکی سرکرده تروریستان نهضتی محیدین کبیری توسط آن عملی کرده می شود. نظر اساسناک شاهدان جنایت‌های سرکردگان، راهبران و اعضایان این حزب کثیف جزئیات ناروشن تاریخ موجودیت این حزب را برای ما بر علا عیان ساخت.